آفتاب چیست؟ آفتاب یا خورشید یک ستاره عظیم و درخشان در مرکز منظومه شمسی است که منبع اصلی نور و گرما برای زمین محسوب می شود. این ستاره عمدتاً از گازهای هیدروژن و هلیوم تشکیل شده و از طریق فرایند همجوشی هسته‌ای انرژی تولید می کند. ویژگی‌های مهم خورشید: 1. ترکیب تقریباً 74% هیدروژن، 24% هلیوم و 2% عناصر دیگر مانند اکسیژن، کربن، نئون و آهن. 2. دمای سطحی حدود 5500 درجه سانتیگراد. 3. دمای هسته به حدود 15 میلیون درجه سانتیگراد میرسد. 4. قطر تقریباً 1.39 میلیون کیلومتر، حدود 109 برابر قطر زمین. 5. جرم حدود 330,000 برابر جرم زمین. 6. فاصله از زمین به طور میانگین 150 میلیون کیلومتر، یک واحد نجومی. 7. نور و انرژی خورشید از طریق واکنش‌های هسته‌ای در هسته خود هر ثانیه مقدار عظیمی از انرژی را در قالب نور و گرما منتشر می‌کند. 8. لایه‌ها خورشید از چندین لایه تشکیل شده که شامل هسته، منطقه تابشی، منطقه همرفتی، فوتوسفر سطح قابل مشاهده، کروموسفر و تاج خورشیدی است. اهمیت خورشید: تأمین حیات روی زمین. بدون خورشید زمین تاریک و سرد میشد و حیات ممکن نبود. ایجاد آب و هوا و اقلیم. انرژی خورشیدی باعث جریان باد، باران و چرخه‌های اقلیمی می شود. منبع انرژی‌های تجدیدپذیر: از نور خورشید برای تولید برق از طریق سلول‌های خورشیدی استفاده می شود. پدیده‌های مرتبط با خورشید: لکه‌های خورشیدی، مناطق تاریک‌تر روی سطح خورشید که دمای کمتری نسبت به مناطق اطراف دارند. شراره‌های خورشیدی، انفجارهای شدید انرژی که می‌توانند بر ارتباطات رادیویی و سیستم‌های ماهواره‌ای تأثیر بگذارند. بادهای خورشیدی، جریانی از ذرات باردار که از خورشید خارج شده و بر میدان مغناطیسی زمین تأثیر می‌گذارند. خورشید یک ستاره متوسط در کهکشان راه شیری است که حدود 4.6 میلیارد سال عمر دارد و انتظار می‌رود که حدود 5 میلیارد سال دیگر نیز بدرخشد.